سلام، سیمکشی بیل 400 خط 7. این سیمکشی یک سان لوله خرطومی نداره، همه جاش به قول معروف انشعاب گرفتن، زخم داره. داخل دوبه پاکستانی ها جمع میکنن، نقش خونی بلد نیستن، علامت میزنن، هم برق هم هیدرولیک. پاکستانی ها و تایلندی ها. یا خب با این وضعیت این بیل از گمرک آوردن بیرون. سیمکشی موتور، این هم سیمکشی شاسی. سیمکشی کابین هم که از خودش بدتر، هیدرولیک هم که از سیمکشی بدتر. این وضعی نکن. اینا سیمکشی های سوکت های پمپه، سنسور دور موتور. یعنی 1001 مشکل داره، هیچ کدومشون قفل نداره. سنسور کامارایل، همه سوکت ها بلا استثناء باید عوض شه. این وضعیت سیمکشی، خودتون قضاوت کنید. هر دستگاهی از دبی وارد میکنیم بلا استثناء سیمکشیشو بازسازی کنیم، حتما 4 روز بعدش آتیش نگیره. این هم بیل 400 خط 7. اوستا هیدرولیک داره کار میکنه. مهدی بابادی عکاشی هستم، برخکار دستگاه راهسازی و معادن. یا حق